آقا سلام، خسته نباشید. بابت آقای استخدامتون اومدم. شما سابقه کاری دارید؟ بله سابقه کاری دارم. من در حقیقت دنبال کسی میگردم که به مادرم صبحونه ناهارشامشو بده، یه خوردن شب و بدخوابه، باید براش لاله‌ای بخونم. من لاله‌ای بخونم؟ خونه رو تمیز کنی، همه کارا رو انجام بدی، کارایی که لازمه. خب ببینید این ساعت کاریش چجوریه؟ 24 ساعت شما در اختیار ما. مرخصی ساعتی هم نداره؟ من متاسفانه به هیچ وجه کاملا در اختیار مادرمی. صبحونه ناهارشام و جای خواب بهتون میدیم. حقوقش چجوریه؟ این هزینه‌ای نمیتونم بابت این بدم چون یه خورده دستمالم خالیه. بابا این خود نمیشه کی آقای استخدامیه که هزینه نمیدی؟ حالا صبر کنیم، مامانم الان میاد چند ثانیه دیگه. الان تشریف آوردن. مادرتون نه؟ آره. سلام مادر. سلام. من هزینه هم بهشون میدم. شما خونه هستی؟ نه من نیستم. بهتر خدا رو شکر. اینترنت مبارک. چی مادر مهربونی داری. آقا من هیچ مشکلی ندارم، 24 ساعتم تو اتاق خوابشون میخوام. راجع به مبلغ میخواد با مامانم نه من اینا چه حرفیه؟ جدا سوایی هم میکنی؟ من هزینه بهشون میدم. آره شما استخدامی آقا. من نوکرم آقا. واقعا چه بریم مادر الان لاله بخونم. لاله بریم شنگول بنده هفته انگول بسد بخونم. دل شده یک کاسه خون به لبم داغ جون